گول پیکرترین کشنده‌های دنیا. آخرش واقعا عجیبه داشت. بذار با اسکانیا R730 شروع کنیم. یک کشنده گول پیکر از کشور سوئد که 730 هسته بخار قدرت و 350 نیوتن متر گشت آور داره. تا از سوئد نرفتیم بیرون بریم سراغ ولوو FH16 750 که بزرگوار خودش داره میگه 750 اسب بخار قدرت داره. البته موتورش هم 16 لیتریه. این یکی بهترین کشنده سال 2021 اروپاست. مان TGX 640 که موتور 15 لیتری با 640 اسب بخار قدرت داره. نوبتی هم که باشه نوبت بنز داشت. بنز اکسروس L 1863 یکی از بهترین کشندهای بنز که 625 اسب بخار قدرتشه. خدایی جان من رخ این کشنده رو ببین شما، اصلا هلو. داف XF 530 یه هلندی 6 سیلندر که از این کاراش به پرسی میگن یکی از بهترین های بازار. آقا این کشنده آمریکایی اتاقش دست کمی از هتل 5 ستاره نداره و ظرفیت بارش هم 60 تونه. اما قوی ترین کشنده جهان شاکمن X6000 چینیه که 800 اسب بخار قدرت داره با موتور 16 لیتری.